نصب پست جی آی اس. برای نصب پست جی آی اس ابتدا نسخه مورد نظر خود را از طریق آدرس postgis.net/install دریافت نمایید و سپس فایل نصب آن را اجرا کنید. برای نصب پست جی آی اس پس از دانلود نسخه مناسب سیستم عاملتون میتونین فایل نصب اون را اجرا کنین. اجازه بدید من به مسیر فایل هایی که دارم مراجعه میکنم. ما اینجا آخرین نسخه از اون یعنی 231 را برای نصب انتخاب کردیم. خب ما هم ورژن 32 بیتی و هم ورژن 64 بیتی اون را برای شما فراهم کردید که به سادگی در دسترستون باشه. ما اینجا نسخه 64 بیتی اون را قصد داریم که نصب کنیم. روی فایل اجرا دوبار کلیک میکنم و گزینه ران رو فشار میدم تا مراحل نصب پست جی آی اس شروع بشه. خب در اولین پنجره بر روی I agree کلیک میکنم و در این پنجره میتونم مشخص کنم که مایل هستم که دیتابیس های سمپل برای من ایجاد بشه یا خیر. خب ما این گزینه را هم تیک میزنیم و کلید نکس را میزنیم. در این پنجره مسیر نصب سیستم مدیریت پایگاه داده‌های PostgreSQL را از ما میپرسه. اگر PostgreSQL بر روی سیستم شما نصب شده باشه به صورت پیش‌فرض مسیر نصب اون رو شناسایی میکنه. خب از اونجایی که در همین مسیر نصب شده ما کلید نکس را فشار میدیم. در این پنجره نام کاربری و کلمه عبوری برای اتصال به سرویس دهنده PostgreSQL را از ما میپرسه. از اونجایی که نام کاربری که وجود داره رو ما دستکاری نکردیم لذا همون نام کاربری پستگرس هست. پسوردی را که حین نصب PostgreSQL برای این کاربر انتخاب کردید را وارد میکنید و شماره پورتی که حین نصب PostgreSQL مشخص کردین را باید اینجا وارد کنید. ما چون شماره پورت را تغییر ندادیم و با پورت شماره 5432 موافقت کردیم اینجا هم همون را وارد میکنیم و کلید نکس را میزنیم. اینجا یک نام برای پایگاه داده سمپل از ما میپرسه. خب ما با نام پیشفرض موافقت میکنیم و کلید اینستال را فشار میدیم تا مراحل نصب پست جی آی اس به اتمام برسه. خب در اینجا از ما یک سوال میپرسه که آیا مایل هستید متغیر محیطی JDAL underline data را اضافه کنم. اینجا اگر از کتابخانه JDAL بخواین استفاده کنین نیاز هست که چنین تنظیماتی روی سیستم عامل شما انجام بشه. خب کسب اجازه میکنه و ما هم موافقت میکنیم و در پنجره بعدی هم در رابطه با متغیر محیطی دوم که در رابطه با فعالسازی درایورهای تصویری JDAL هست از ما اجازه کسب میکنه و ما با این رو هم موافقت میکنیم. مجدد برای متغیر محیطی بعدی ما با اینها موافقت میکنیم که در آینده برای کار با سایر نرم افزارها نیاز نباشه که ما بخوایم به صورت دستی تنظیمات رو در محیط ویندوز انجام بدیم. خب ما مراحل نصب را به پایان رسوندیم. بر روی دکمه کلوز کلیک میکنیم. الان باید بررسی کنیم که نصب پست جی آی اس با موفقیت انجام شده یا خیر. خب ما پی جی ادمین 4 را اجرا میکنیم و به سرویس دهنده PostgreSQL متصل میشیم. ممکنه بپرسید چرا طول میکشه تا پی جی ادمین اجرا بشه. همونطور که میدونید ما اینجا یک سیستم ویرچوال را راه اندازی کردیم و به اون 2 گیگابایت رم تخصیص دادیم. خب این میتونه عامل کندی اجرا باشه. اگر شما میزان رم بیشتری را تخصیص داده باشین سرعت اجرای اون بیشتر خواهد. خب ما سرورز را باز میکنیم، به سرویس دهنده لوکالمون متصل میشیم، قسمت دیتابیسز را باز میکنیم و اینجا 3 تا دیتابیس را مشاهده میکنیم. دیتابیس PostGIS underline
23 underline sample دیتابیسی هست که به عنوان سمپل PostGIS برای ما ایجاد شده. اگر شما این دیتابیس را باز کنین و به قسمت اسکیماز مراجعه کنین، اینجا 4 اسکیما را ملاحظه می‌کنید. اسکیمای پابلیک که به صورت پیش‌فرض وجود داره، اسکیمای تایگر و اسکیمای تایگر آندرلاین دیتا. این دو تا اسکیما حاوی دیتاهای سمپل هستند که برای ما ایجاد شد و اسکیمای توپولوژی که حاوی اطلاعاتی در رابطه با توپولوژی هست. اسکیمای پابلیک را من باز می‌کنم. به قسمت فانکشنز مراجعه کنید و لیست اون را باز کنید. شما تعداد 1380 تابع را باید اینجا ملاحظه کنید. اینها توابعی هست که افزونه PostGIS بر روی این پایگاه داده اعمال کرده. ما قصد نداریم جزئیات این توابع را بهش اشاره کنیم. فقط میخوایم اینجا به شما نشون بدیم که افزونه PostGIS چه مواردی را به ساختار پایگاه داده اضافه میکنه. همونطور که میبینید تعداد توابع زیادی هست و توابعی که با پیشوند ST underline وجود دارن که حاکی از اونه که افزونه PostGIS با استاندارد ISO SQL MM تطابق داره. اینجا توابعی که جزء این استاندارد هستند و همچنین توابعی که PostGIS توسعه دهندگان PostGIS مازاد بر اون استاندارد خودشون تولید کردن را شما ملاحظه میکنید. خب من لیست فانکشن ها را میبندم. به قسمت تیبلز اگر مراجعه کنید اینجا 2 تا تیبل شما ملاحظه میکنید. تیبل اول که دیتای سمپل هست، تیبل دوم اسپشال رفسیس هست که پیشتر براتون توضیح دادیم که حاوی متادیتایی در رابطه با سیستم های مختصات هستش. اگر شما محتویات این رو بخواین مرور کنین میبینین که یک سری اطلاعات درباره انواع سیستم های مختصات که PostGIS ساپورت میکنه اونها را توی این تیبل وجود داره. اکیداً توصیه میکنیم که به محتویات پیشفرض PostGIS دست نزنین و اونها را دستکاری نکنین که مجبور میشین PostGIS را حذف کرده و دوباره اونها را نصبش کنیم. خب تا این جدول باز میشه که شما نمونه از دیتای اون را ببینیم، به ویوز مراجعه میکنیم و چند ویو شما اینجا میبینید. یکی از ویو هایی که وجود داره ژئومتری کالمز بود که پیشتر در رابطه با اون توضیح دادیم. این ژئومتری کالمز تا نسخه 1.5 به صورت یک تیبل وجود داشت. همونطور که قبلا گفتیم طبق استاندارد OGCSFS داده های مکانی باید حداقل در این 2 تا جدول یعنی ژئومتری کالمز و اسپشال رفسیس ذخیره بشن. اینجا این جدول دوم را به صورت ویو از نسخه 2 به بعد ما داریم. سایر جداولی هم که وجود داره ژئوگرافیک کالمز هست و راستر کالمز و راستر آورویوز که خب ما در این دوره به اونها اشاره نخواهیم داشت و با اونها کار نخواهیم کرد. خب جدول اسپشال رفسیس هم باز شد و شما میتونین اینجا انواع سیستم های مختصات به اضافه متادیتای مربوط به اونها را اینجا ملاحظه کنید. خب اگر ساختار دیتابیس سمپلی که برای شما ایجاد شده به این روشی بود که با هم مرور کردیم، این نشان دهنده اینه که افزونه مکانی PostGIS به درستی بر روی پایگاه داده PostgreSQL شما نصب شده.